وزارت تندرستی تاجیکستان شام هفتم سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 19 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان 20 نفر پس از معالجه از این بیماری شفا یافته و خوشبختانه کسی نففتیده است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام هفتم سپتامبر در کشور 17024 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16866 نفر یا 92.2% شفا یافته. متاسفانه 124 نفر از این بیماری جان باختند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام هفتم سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها همگی 14 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 19 نفر است که با کرونا ویروس سرایت شدن آنها تازه روز هفتم سپتامبر آشکار شده است. مقامات تاجیکستان واکسن گرفتن تمام اهالی کلانسال را یک راه از همه مؤثر پیشگیری از پنشوی بیشتر کرونا ویروس در کشور می شمارند. بنا به آمار وزارت تندرستی تا روز 6 سپتامبر در تاجیکستان الکی 2,097,435 نفر به واکسن ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 فرا گرفته شدند. این 36% از جمع اهالی را که باید واکسن زده شوند تشکیل میدهد. از این شماره تا 6 سپتامبر 1,077,100 نفر هر دو وایه واکسن ضد کرونا ویروس را گرفتند. گفته می شود که معرکه ایمونیزاسیون در پایتخت شهر دوشنبه 94.9% اجرا گردیده است. مورد به یادآوری است که از دوره خروج بیماری کرونا ویروس کووید 19 به تاجیکستان در عموم 4,760,740 وایه واکسن کارکرد شده است. طبق نقشه ملی قرار است که 5.8 میلیون شهروندان از 18 ساله بالای تاجیکستان واکسن زده شوند. واکسن ضد کرونا ویروس در تاجیکستان رایگان بوده. گرفتن آن برای همه کلانسالان حتمی اعلان شده است.